سلام، به این بخش خبر و تحلیل از یک خوش آمدید. من احمد شاه شکوهمند هستم و این مهم را بحث میگیرم با عزیز مارج، آگاه روابط بین الملل. آقای مارج، ممنون که فرصت دادین. به گونه کلی بررسیتان از توافق بر سر تمدید آتش بس میان کابل و اسلام آباد در استانبول چیست؟ تشکر. نخست سلام به جناب شما و همکارای تکنیکی شما، شنوندگان و بینندگان محترم تقدیم میکنم. سپاس. ببینین، گپ خوبی است. حل مشکلات از طریق مذاکره، گفتگو یا به جای خشونت و جنگ، صلح و صفا و آتش بس بین دو کشور به نفع کشور است. درست. به خاطر ترقی کشور است، محبت ایجاد کردن بین کشور، روابط ایجاد کردن، روابط سیاسی، اقتصادی، خصوصا تجارتی و اجتماعی. بله. اما یک مسئله است که امی جنگ، آغاز جنگ از طرف افغانستان نشده بود. درست. جنگ پاکستان آغاز کرد. ضرورت هم به صلح و به نشست پاکستان داشت و این برنامه را از طریق خود ایجاد کرد. تعطیل و مثلا تحریم کردنشان هم از طرف ازیا صورت گرفت. ادامهشان هم است. این به دیدی شک است. خب وقتی جنگ را پاکستانی آغاز کردن، حال حاضر انتظار چیست؟ چقدر میتونن به آتش بس و به تمدید آتش بس پایبند باشن و ما چقدر انتظار داشته باشیم که شاهد یک جنگ دیگه نمی باشیم؟ نه، این خود امکان نداره. در 78 سال تجربه و تاریخ پاکستان نشان داده که همیشه تا کمیته ها ساختن. بله. تعهدات کردن، کمیسیون ها ساخته شده به سطح بسیار بلند به ناظرین با اعتبار. این خود قطر و ترکیه است که همه گیر فکر میکنه که قطر و ترکیه و پاکستان همه پیارتی امریکا است. درست. مگر جلساتی که نماینده ملل متحد حضور داشت، سند را میخواستند در شورای و خواست و کردن در شورای نه ثبت کردن، یک اعتبار حقوقی داشت، او را نقض کرد پاکستان بنابر منافع خود. بله. کمیته های مختلف، کمیسیون های مختلف، حتی توافقات استراتژیکی امضا شده و استخباراتی را بین خود امضا کردن، اما به این اطمینان نداشت به خاطر که تضمین قوی وجود نداشت و همچنان یک زور قوی نبود. اما این دفعه تقریبا 50% امیدواری مردم به ایست مردم افغانستان. بله. که پاکستان تا حال در طول تاریخ خود چنین حرکت یا جنگ یا حمله را از طرف افغانستان ندیده بود. این که سال 1949 طیاره آمد و پس زده شد و یا دو وقت نجیب حریم هوایی را نقض کرد و دوباره سرش حمله شد، این جزئی بود. این رقم جنگ جبهه‌ای و این رقم حمله با پستا و تا گرفتن پستا و اسیرا و جسدا، این را تا پاکستان تجربه نکرده بود در طول همه قدر وقتی که ایجاد شده پاکستان. درست. منتها این دفعه فکر میکنن که این بازی بار دوم خواهد بود، مگر پروژه کشورهای غربی باشه بنابر بی‌ثباتی و چشم دوختن با باگرام و یا ای که برنامه های خود پاکستان باشه که داخل چون مولاها و از منبر و محراب و مسجد خستن و تنظیم های مختلف اسلامی در حرکت است و شعار هم میده که در افغانستان مولا میتونه حکومت کنه، در ایران میتونه، چرا در پاکستان یک مولا حاکم نباشه و در رژیم اسلامی را ما درست نسازیم. و خود پاکستان هم تقریبا به نام اسلام که توسط انگلیس‌ها ایجاد شد، 75,000 مدرسه های مختلف عالیه علیشان خستن. این خود به ثباتی را به وجود آورده و مردم پشتون و بلوچ به خاطر آزادی خود یک تهدید کلان برای پاکستان هم است و از ضمن پاکستان میخواه که پروژه کشورهای غربی را پیش بره که مردم خدا هم فکرش آدرسش دیگر طرف کنه و از این ابرار معیشت کنه. حالا با این وضعیت پس پیشبینیتان این است که آقای مارج، مشخصا پیشبینیتان با این وضعیت این است که خب پاکستانی ها به خاطر اینکه در واقع پروژه های کشورهای خارجی و ابرقدرت حالا از آمریکا و اسرائیل و بریتانیا بهش نام ببریم را پیش میبرند، پس جنگ دیگر هم محتمل است. یعنی که اگر جنگ نباشه، به ثباتی نباشه، پاکستان پول از کجا کنه قرضه خودش دور خلاص کنه؟ از MIF مثلا به می قرضه خود 50% به می جنگا چیکار بودجه که 3.5 میلیارد هر سال امریکا و سعودی برش میته، این پیسه برای چی میته؟ با این پروژه هستن. یا 80 میلیون دلار که از امریکا گرفت به جنگ 20 ساله
افغانستان که کمک کرده بود به مثلا مهمات ناتو یا این اگر جنگ نباشه به ثباتی نباشه پاکستان دیگه خب پاکستان است و نه کدام ارزش داره نه کدام فابریکه تولیدی و صنعتی داره نسبت به جغرافیا نفوسشان بیشتره. خب حال حاضر امارت اسلامی باید چه کار بکنه آقای مارج؟ امارت اسلامی وقتی که پلان و برنامه یا ماهیت وجودی پاکستان بر حسب ایجاد تنش در منطقه هست، امارت اسلامی چگونه یک سیاست و پالیسی را در پیش بگیره تا اینمی روند را در واقع مدیریت بکنه؟ حال خواهی امارت اسلامی دستش بالاست بخاطر بعد از همین جنگ اخیری که صورت گرفت و حمایت مردم هم که دیده شد، حمایت منطقه تقریبا با امارت اسلامی است و همین خاطر است که اونه بسیار عادی نرمال پیش میرم رایشان. حتی از بعض رهبران که توقع نمیشد امروز صحبت های دورن و ببخشن اتک و مارگلا و جرم شعر و چیزایشان مانند انس حقانی و یا ما در مطبوعات دیدیم سر و صدا بلاش. این خود یک تهدید برای پاکستان است. درست. این خود یک ترس و وهم برای پاکستان است. این خود بی‌اعتنایی و آرامی خود امارت اسلامی معنای پیروزی و کامیابی اشاره است. میگه چی میگه یک شعر بودن میگه زدگی پختگان ناید صدای خروش از مردمان خام خیزد. بله. خروش از مردمان خام خیزد. حالا خروش از پاکستان میخیزد. درست. خب آقای مارج، دور بعدی مذاکرات هم قرار است که در استانبول ترکیه برگزار شود و گفته شده تاریخش هم که 15 اقرب یا 6 اکتبر هست. خب با این حساب پیش بینی چیست؟ آیا ما در دور بعدی مذاکرات دنبال چه چیزایی میریم و پاکستانی‌ها چه چیزی را میخواین؟ مشکل در این سازمان دیپلماتیک یا کشوری که میخواد با مذاکره بشینه یا صحبت شود یا اینکه در اول مذاکرات صورت گرفته و دوجا فیصله شده باشه که مرحله بعدی هم وجود داره. بله. از این باورزیدن لحاظ دیپلماتیک و پروتکل دیپلماتیک درست نیست. بنان خواهی نخواهی باید نماینده افغانستان دوجا اشتراک کنه. برای ما میبینه که سطح نماینده پایین است. حالا به سطح یک موین دوجا اشتراک میکنه بخاطر که کدام اهمیت خاصی نداره چون افغانستان نه تعارض است نه به صلح ضرورت داره بخاطر که جنگ و جنجال صورت نگرفته. این پاکستان و این درک هم کردن مردم افغانستان و امارت اسلامی یک برنامه و بازی ها است و در عقب از این دست خارجی هستند. با او خاطر علیه شکلیات میگن که دور دوم سوم چهارم این کدام معنی نداره چون دستاورد به این است که اعتبار با پاکستان و مقامات پاکستان قطعا وجود ندارم. پاکستان به خاطر تبلیغ کردن اعمال خود به ملت خود به منطقه و تطبیق پروژه به خاطر منفعت خود این برنامه را آغاز. بسیار تشکر آقای مارج. حال حاضر چشمانداز را در آینده چگونه بررسی میکنین؟ واقعا تنش ها میان کابل و اسلام آباد و همچنان که میانجیگری از طرف ترکیه و قطر وجود داره به کدام سمت روان هستیم ما متاسفانه که سیاست داخلی و خارجی پاکستان به دست خودشان نیست. بله. یعنی خود جنرال امیدگل گفت که چیف افسر ما از واشنگتن تعیین میشه و خودشان این صحبت ها و سر و صدا را دارن. بنان اعتبار سر از این نیستن. کدام چیز شما اگر کشورهای ابرقدرت و غرب یا بخواه پاکستان هر نوع عمل را پیش بره. صرف برای ما چی لازم است؟ اتخاذ تدابیر وحدت ملی و همچنان آمادگی نظامی در مقابل تجاوزات پاکستان. چقدر باز ما توان مقابله با پاکستانی را داریم؟ بله سر. چقدر توان مبارزه با پاکستانی ها از سوی امارت اسلامی وجود داره؟ یقین داشته باشین همیشه که دشمن آمده در تاریخ افغانستان تاریخ 3336 سال قبل که مثلا سکندر مقدونی و خانواده موریا و عاشقه پاچاوازه می سلسله همیشه دشمن سلاح و البسه قوی داشت و لشکرش بیشتر بود. اما مورال افغانا، جغرافی افغانستان و خود تلاش مردم افغانستان، قربانی افغانستان مردم افغان وارا شکست داده. اگر بخواید و این دفعه قماندی عقب نشینی برش نشه باور کنید اگه دفعه حمله صورت گرفت در 3 روز بیرق افغانستان در سرحد اصلی افغانستان که با هند داشتیم در اتک با اعتزاز میه. بسیار تشکر. بخاطر که شرایط همینطور آمده مردم ناراض پاکستان مولا و منبر یک افزار که استفاده میکنه و علیه
پنجابی است، مردم بلوچ و پشتون همه با طالبستان هستند، حتی مردم سند و کشمیر. اردوی پنجابی ها که بر روحه مذهبی و جنگ هند و مسلمانی گپا بود، او علیه مسلمان نمی جنگن. بله. دومی که خودش آقای مارج، حالا اگر فرض بر این بگیریم که جنگ دیگر اتفاق بیفته و نیروهای امارت اسلامی به سرحدهای آنچه به قول شما گفتین اصلی افغانستان برسن، با جهان چقدر قابل قبول است با توجه به اینکه سازمان ملل پاکستان را به عنوان یک مرز مشخص میشناسن؟ نه وا میشناسن. ما بین دو کشور که مثلا دو همسایه که دیوال خود نشناسه کل منطقه بگه یا مربوط ازی هستند. مثلا یک کشور امریکا میگه که ما سرحد افغانستان در دیران میشناسیم، ما هم سرحد تو را در تورنتو، سرحد کانادا را در واشنگتن میشناسیم. این خب به گفتن نمیشن یا اصول که اصلا اصول خود. یک مسئله قبلا من میگفتم همین مسئله بود که میتونیم تا قسمت برسیم، میتونیم مرال و همه چیز داریم، اما متاسفانه که جنگ کنترل است. بسیار تشکر. جنگ توسط جنگ برنامه کشورهای غربی است. بسیار ممنون. مشکل کلان مادامی است که مداخله از و با سوال ببینین وقتی که در 50 سال کسا را برای ما روان میکنه برنامه دین اسلام جواب میگه. اگر تی تی پی با وجود که ما نروان کردیم نه میره او را توریست میگه. خویا میره او جواب میکنه. بسیار تشکر. از بین بره، فساد از بین بره. امریکایی و روسا داره، چینایی وجود داره. بسیار تشکر. غربی وجود داره. مگر متاسفانه که زور است یک چیز را دموکراسی میگن، یک چیز را توریسم میگن، برعکس میباشه. بسیار تشکر عزیز مارج، آگاه امور سیاسی، از حضورتان در برنامه امشب ما.